مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابقه یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. کمتر از یه هفته بیشتر باقی نمونده به بزرگترین رقابت ورزشی جهان، یعنی مسابقات جام جهانی فوتبال در کشور قطر، که این مسابقات جام جهانی کاملا متفاوت‌تر از مسابقات جام جهانی دیگه برای مردم ایرانه که با حاشیه‌های عجیب و غریب و اتفاقات عجیب و غریب هم همراه بودی، که امروز در برنامه پشت پرده می‌خوایم به یک سری از این حواشی تیم ملی فوتبال ایران و درسی که امثال علی کریمی و علی دایی و یحیی گل محمدی به بازیکن‌های فوتبال میدن به شما بگیم. این جام جهانی فوتبال اگر برید از خیلی از مردم سوال بپرسید که آقا نظرتون راجع به این جام جهانی چیه، خیلی از مردم میگن که دوست داریم که ایران بیشترین گل رو بخوره و با بدترین حالت ممکن از جام جهانی فوتبال حذف بشه. اتفاقی که اگر از تمام مردم جهان بپرسید نظرتون راجع به تیم ملی فوتبالتون چیه، آرزو دارن قهرمان بشه، اما مردم ایران وقتی برید ازشون سوال بپرسید همچین حس و حالی رو ندارن و اصلا تب و تاب جام جهانی رو ندارن. میگن که آقا ما وقتی پول نداریم نون بخریم، پول نداریم یه تفریح و مسافرت بکنیم، دیگه جام جهانی دیدنمون چیه؟ و حسابی از دست بازیکن‌های تیم ملی فوتبال حال حاضر ایران شاکی‌اند. مردم معتقدن که فوتبال بدون مردم عملاً بی‌معنا و مفهومه. یعنی شما اگر فوتبال تماشاچی نداشته باشه، اگر فوتبال بیننده نداشته باشه، نه دیگه پول میاد داخلش، نه بازیکن‌های فوتبال پولدار میشن، نه اون هیجانات خاص خودش رو داره. بنابراین مردم میگن که آقا شما این فوتبالیست، ما مردم باعث شدیم تو پولدار بشی، ما مردم باعث شدیم تو به اون جایگاه برسی، حداقل پشت ما باش. بازیکن فوتبال هم میگه اگه پشت تو باشم باعث میشه که نتونم تو تیم ملی بازی بکنم، باعث میشه که نتونم مثلا توی اصطلاحاً تیم ملی جایگاه خودم تو اون ترکیب فیکس داشته باشم. فنان لق مردم، میرم سمت حکومت و تا میتونم میمالم. طبیعتاً مردم هم آگاهن دیگه، برای همینه که این جام جهانی فوتبال واسه مردم آنچنان جذابیت نداره، آنچنان هیجان نداره، البته پرحاشیه است. اما سعی میکنیم که در رسانه پشت پرده این حواشیش رو به شما نشون بدیم و چهره واقعی این آدم ها رو هم به شما نشون بدیم. اما این جام جهانی فوتبال باعث شد که مردم هویت واقعی و کاراکتر اصلی این فوتبالیستا رو متوجه بشن و یه سری از فوتبالیستا برن تو قلب مردم، مثل علی کریمی که در طول این 70 روز گذشته که مردم کف خیابون‌ها کشته شدن و جون دادن و زندانی شدن و شکنجه شدن سمت مردم بودن، مثل علی دایی، مثل وریا غفوری، مثل یحیی گل محمدی و خیلی از بازیکن‌های فوتبال که من حضور ذهن ندارم. این زیر کامنت بذارید که بقیه مردم هم متوجه بشن. جهانی فوتبالی که از قبل از آغازش پر از حاشیه بوده و پر از فحش خواهر و مادر برای بازیکن‌های حکومتی تیم ملی ایران، که البته یه عده منتقدن که این تیم ملی جمهوری اسلامیه، این تیم ملی ایران نیست. من خیلی این جمله رو هم میبینم. و قدرت اول منطقه‌ای که ایران ادعا میکنه هست. جالبه بدونید که از شماره پیراهن علی کریمی هم میترسه. قبل از جام جهانی فوتبال اومدن یه دونه پوستر رو چاپ کردن و یه دونه از این بنرها و بیلبوردها تو قسمت‌های مختلف شهر زدن که جالبه بدونید که این بیلبوردی که زدن 2 تا شماره 6 داره، 2 تا شماره 5 داره، 7 داره، 8 نداره. یعنی 5 و 6 و 7 داره، 8 نداره. 8 هم که میدونید شما پیراهن علی کریمی هستش و گندگوز منطقه از شماره پیراهن علی کریمی هم میترسه. ولی جالب بدونید که وقتی که
این افراد این حرکت ها رو میکنن حافظه درست حسابی ندارن که چند سال پیش همین شماره پیراهن 8 علی کریمی رو تقدیم کرده بودن به ابراهیم رئیسی. نگاه کنیم، جالبه. دوستان یه تصمیم گرفتن واسه چیز ببینیم پاس این حضورشون و توجهشون به ورزش در جوایدی که قهرمانان تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در حال رقابت هستند انشاءالله با حضور 4 نفر از کسانی که در واقع سابقه حضور در تیم ملی رو دارن پیراهن شماره 8 تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران رو تقدیم حضرت آیت الله رئیسی کنند. میگه 4 نفر از کسایی که تو تیم ملی فوتبال بودن پیراهن شماره 8 رو تقدیم آقای رئیسی کنند. شاید اون کسی که شماره 8 رو پوشیده بوده دوست نداشته باشه اصلا این شماره پیراهن رو بدید به آقای رئیسی. حالا آقای هم که چه عرض می‌کنم رئیسی. جالب بدونید که شماره 8 تای تیم ملی فوتبال ایران رو یه مدتی ابراهیم قاسمپور میپوشید، بعد سیروس دین محمدی، علی کریمی میپوشید که معرف حضورتون هست، رضا حقیقی، مرتضی پورعلی گنجی و در 2 دوره مختلف جام جهانی میپوشید. این شماره پیراهن 8 هستش که در جام جهانی های این 6 دوره، حالا این دوره آخرم که شماره پیراهن منتشر شده میپوشیدن و اومدن تو همین یکی 2 سال پیش شماره 8 رو دادم به آیه رئیسی. خب شاید علی کریم اصلا راضی نباشه. حالا ببینیم کیا این شماره 8 رو تقدیم کردن. یه صلواتی اول عنایت بفرمایید. صلوات رو دفعه بله. من دعوت میکنم از 2 تا از پیشکسوت‌های استقلال پرسپولیس، اول جناب محمود خان خوردبین و جناب آقای مظلومی. اما خوردبین رو میشناسید شما؟ خیلی یادتون شاید یکی از مافیای باشگاه پرسپولیس بود که از بازیکن‌های فوتبال پول میگرفت که بیارتشون باشگاه پرسپولیس. اینا کسایی بودن که فوتبال ایران رو به لجن کشیدن. اینا کسایی بودن که جزء مافیای فوتبال ایران بودن. اینا کسایی بودن که به معنای واقعی کلمه بسیاری از استعدادا رو نابود کردن. اگه طرف باباش پولدار بود، کارخونه دار بود، مثل علی عسکری باباش رئیس صدا و سیما بود، یا مثل خیلی‌های دیگه رانت و لابی و نفوذ داشت، جایگاهش تو تیم ملی فوتبال بود و توی استقلال و پرسپولیس بود. اینا به گوه کشیدن فوتبال ایران رو، دقیقاً با همین غلظتی که گفتم. بعد اینا رو برمی‌دارن میبرن با این آدم که پیراهن شماره 8 که امثال علی کریمی بزرگش کردن رو تقدیم بکنه. خب معلومه علی کریمی هم فوش خار مادر میکشه به افجد آبادتون. بقیه شده تشریف بفرمایید. از جوانتران هم جناب آقای ستار همدانی و آقای شکوری تشریف بیارید که برای ستار همدانی هم تو جام جهانی فکر کنم 98 بود، پیراهن شماره 18 رو هم مثلا پوشیده بود. خب شما 18 رو حداقل میدادید به این رئیسیه. آقا خانم دوستان بفرمایید. یه لحظه آقای مظلومی، یه لحظه دوستانم بیان بفرمایید بشینید. آقای ببخشید از پشت سر دوستان میخوان عکس بگیرن. سجاد تو کادری، سجاد همه تو کادری. رئیسی. بعد من این سوال دارم. خانم عکاس تو کادری بابا. بعد من یه سوال دارم، این شماره 8 مگه شما ندادید به آقای رئیسی؟ خب چرا تو پوسترها نیست؟ اگه میگید مال کریمی نیست مال رئیسی، خب ما این شماره 8 خب بدیدش به چیز دیگه. بعد این شماره 8 رو دادن، خب دوباره اومدن یه مراسم رونمایی دیگه برگزار کردن، شماره 12 رو دادن. بعد جالب بدونید که شماره 12 خب معمولا دروازه‌بانای دوم شماره 12 رو میپوشن. یه مدتی بهرام مودت تو تیم ملی تو جام جهانی 98 پوشیده بود. نیما نکیسا به مال اعظم شماره 12 رو پوشیده بود. حسن رودباریان، علیرضا حقیقی، رشید مظاهری، الان هم یا حسین حسینی یا پیام نیازمند شماره 12 رو میپوشن. به عنوان مثلا یار 12ام تیم ملی اومدن اینجا و پیراهن شماره 12 رو دادن. من نمیدونم آخر ایشون 8 رو باید داشته باشه یا 12 رو. 2 تا پیراهن داره، کلا با 2 پیراهن مختلف در تیم ملی بازی میکنه. این جالب کسایی هم که دست میزنن جالبه که مثلا رامین رضاییان جزء معدود کسایی بود که دست نزد و به نظرم حرکتش اعتراضی بود. حالا نمیخوایم یه نکته هم بگم. حالا
مثلا من خودم با سردار آزمون مشکل دارم و خیلی‌ها میدونن، یعنی بعد اومد برای منم استوری گذاشت و حتی چند وقت پیش اومد گفت اینترپول اینو گرفتیم 2 هفته دیگه ایران. الان اونا به هر حال بحث ولی خب از این ور قضیه واقعا آدم عدالت رسانه‌ای باید رعایت بکنه. دمش گرم خدایی اومد پشت مردم و استوری گذاشت، با اینکه میدونست با این حرکاتی که بکنه ممکنه تیم ملی فوتبال ایران خط بخوره، اما حمایت همه جانبه خودش رو از مردم داشت و خطر خط خوردن از تیم ملی فوتبال رو به جون خرید. یعنی من اگه اون ور قضیه ازش انتقاد میکنم و ویدیو براش میسازم، این ور قضیه ها رو هم میگیم که دمش گرم اومد سمت مردم و حتی من شنیده بودم که تا لحظه آخر دولت ایران فشار آورده بود که اسم سردار آزمون توی لیست نباشه و کارلوس کیروش هم کنفرانس مطبوعاتی خودش رو لغو کرد و گفته بود که من اگه سرمربیم من تشخیص میدم که تو تیم فوتبال ایران باشه. شاید حالا فشار بیارن و نیمکت نشینش بکنن سردار آزمونی که در طول این تقریبا 40 روز گذشته هم مصدوم بود. ولی خب این ور قضیه هم باید ازش یاد بکنیم. اما این از ابراهیم رئیسی که پیرن 12 رو بهش دادن، یه بار 12 و یه بار 8 بود. اما میرسیم به محبوب دل این روزهای مردم ایران، علی دایی، که جملهش در کمتر از 15 ساعت، یعنی پستی که گذاشت بیش از 2 میلیون لایک خورد. یه چیز عجیب و غریب. وقتی که 2 میلیون نفر لایک میکنن یعنی با تو همصدان. خیلی ها میترسن که لایک بکنن. اینا یعنی کسایی هستن که معترضن به سیستم حال حاضر. گفته که با درود به هموطنان عزیز و بزرگوارم، در این روزها که حال دل اکثر ما خوب نیست، به دعوت رسمی فیفا و فدراسیون فوتبال قطر برای حضور در جام جهانی به همراه همسر و دخترانم جواب منفی دادم که کنار شما در میهنم باشم و همدردی خود را با تمام خانواده‌هایی که عزیزان خود را در این روزها از دست دادن اعلام کنم، به امید روزهای روشن برای ایران و ایرانی. علی دایی. خب این به حال یه درسیه به بقیه سلبریتی ها. میگه آقا من که علی داییم اصلا دنیا روم حساب میکنه و میتونم برم تو جام جهانی فوتبال، جایگاه VIP، بهترین جا، به بهترین هدایا و با بهترین امکانات و تفریح و اشغال، میشینم تو خونه خودم و توی وطن خودم و در کنار مردم خودم هستم. این درسیه که علی دایی میتونه به خیلی از فوتبالیستا بده. از اون طرف من کامنت کلارنس سیدورف هم میبینم که گفته که تو یک رهبر واقعی برای مردم هستی و آرزو کرده برای روزهای بهتر برای ایرانی ها، برای برادران و خواهران ایرانی. حالا میتونید برید بعداً ترجمهش رو ببینید و بذارید من ببینم. موضوع بعدی بحث یحیی گل محمدی بود که یحیی گل محمدی هم اومد یه دونه استوری گذاشت و گفتش که برای بازیکنان تیم ملی که این بهترین فرصت بود که صدای مردم داغ دیده و مظلوم ایران رو به گوش مسئولین برسونن در دیداری که بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران قبل از اعزام به جام جهانی قطر داشتن. رفت بودن پیش رئیسی و گفتش که توی درس معرفت نمیشه بیشتر از 0 به شما داد. یعنی واقعا بی‌معرفتی کردن و حتی صحبت‌های رامین رضاییان رو هم دیدیم که به نظر من یه مقداری بیشتر از بقیه تخم مرغ داشت. رامین رضاییان هم جزو کسایی بود که من در ویدیوهای قبلی ازش انتقاد کرده بودم، ما اون و سردار آزمون، اما واقعا آدم نمیتونه چشم روی حقیقت ببنده. ببینیم رامین رضاییان چی میگه. سلام و عرض ادب خدمت شما دکتر جان، سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان. فقط می‌خواستم یه حرفی کوچیکی بزنم به عنوان عضو کوچیک تیم ملی. این قولو به شما بدم، تمام بازیکنایی که اینجا هستن و بازیکنایی که قراره ملحق بشن به تیم ملی در کشور قطر، قراره با جون و دلمون هممون تو زمین، هر کسی که بازی میکنه چه رو نیمکت دقایقی فرصت داشته بازی کنه، با جون و دل کنار هم میجنگیم تو زمین با قدرت و نشون میدیم که ما ورزشکاران با تمام وجود قراره تو زمین بازی کنیم در مقابل تیمایی که بازی داریم و بتونیم ذره‌ای در این شرایط به نظرم در این شرایط نابسامانی که هست، حالا به هر دلیلی، بتونیم دل مردم رو تو این شرایط بتونیم ذره‌ای شاد کنیم. در شرایط نابسامانی که به هر دلیلی که هست، بابا دلیلش روبروت نشسته سلطان، اون دلیل روبروت نشسته. به هر دلیلی که ما هر دلیلی نداریم، دلیل اون بغل خود نشسته و میتونید سلام عرض کنید خدمتش.
و یحیی گل محمدی هم واقعا از این قضیه شاکی شده بود و میگه آقا همونجا نشستید یه اعتراضی، یه بیلی، یه کلنگی، یه چیزی، فقط رفتید اونجا و ادعای مردمی بودنتون میشه. حالا وایسید جام جهانی که تموم بشه برن بازیاشون میکنن بیان ببینید چه رخ اعتراضی بگیرن خیلیاشون. دیگه آب از سر میگذره و بازی هم میکنن تموم میشه میان میشن مردمی. ولی مردم حافظه تاریخی قوی دارن، نداشتن هم بنده حافظه‌ام قویه و همه این برنامه آرشیو میشه و خدمت این دوستان میرسیم. یا نکته راجع به حاشیه جام جهانی بگم که حالا من خودم پیش بینیم اینه که انگلیس تیم اول، میگم بحث فوتبالی هم بکنیم دیگه، حالا بحث اینا هم شد ویدیو رو آرشیو بکنید از الان ببین من پیش بینیم چه اتفاقا قراره که یه برنامه هم راجع به حاشیه جام جهانی بسازم، یعنی ویژه برنامه برای جام جهانی. حالا نظرتون رو بگید اگر موافقید که این کار رو انجام بدیم. من فکر می‌کنم که تو گروه ما انگلیس تیم اول بیاد بالا، آمریکا تیم دوم و ایران هم بدون امتیاز حذف بشه، مگر اینکه یه توپی از شانسی بخوره تو سجاف دروازه. این از گروه ما. و آرژانتین فکر می‌کنم قهرمان جام جهانی میشه و برزیل دوم میشه. حالا بین فرانسه و پرتغال هم احتمالاً پرتغال چهارم بشه و فرانسه سوم. اینم پیش بینی من بود. یه برنامه بعد بذاریم برای پیش بینی شما. هرچند میگم دیگه مردم آنچنان هم این سری دل و دماغ جام جهانی فوتبال رو ندارن. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.